مؤمنین از جهت بستگی و لطیفه ایمان که روی ایشان به خداست، آینه یکدیگر و فرزندان معنوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و با یکدیگر برادر روحانی اند که تنهاشان متعدد و روانهای آنها یکی است و بر حسب عهد و پیمان که بستند خدمت و مواسات با برادران لازمه محبت و ایمان است. نیکی با آنها عبادت و مخالفت و بدی معصیت است. قدر یکدیگر را بدانید و صورتان معنی در خدمت هم بکوشید و لطیفه ایمان را به آن قوی نمایید که خوشنمودن دل مؤمن خوشنودی مولا و مایه آسایش و پیشرفت کار آخرت و دنیاست. باید از دیدن یکدیگر خوش باشید و از گفتار هم بهره بردارید و ملاقات به سلام و سلامتی و مصافحه نمایید و به دعا و استغفار و محبت درباره یکدیگر از هم جدا شوید که مصافحه با مؤمن بدون غرض نفسانی به یاد آوردن پیمان خدایی و بیدار کردن دوستی ایمانی است و رسیدن ابهام دست به ابهام و بند کردن انگشتان به مصافحه قوه مغناطیسی انسانی و محبت را به جوش آرد و دل را روشنی بخشد و تیرگی دل را از گناهان مانند ریزش برگ درختان در خزان فرو ریزد و شهوت و غضب را فرو نشاند. ولی به عادت ظاهر نباید اکتفا شود، بلکه باید بکوشیم که حقیقت پیدا کند که دارای این بهره ها گردد و در حضور بزرگان باید آنها را مخصوص به تحیت گردانید و پیشقدمان ایمانی را باید مقدم دارند و جوانان رعایت پیران نمایند و پیشقدمان و پیران هم باید به مساوات برادری و نگاهداری کوچکان رفتار نمایند و هر مرتبه بالاتر نسبت آن کس که هنوز به آن مقام نرسیده نباید سرزنش نماید یا آنچه دریافته بخواهد تحمیل نماید، بلکه به نرمی و مهربانی باید او را بکشاند. برآوردن حاجات مؤمنین و خوشنود نمودن دل آنها خوشنودی مولا و ریزش رحمت خدا و ترقی سالک است. زیارت مؤمن برای وجه ایمان و بردن یادگار و ارمغان و عیادت بیماران و تشییع جنازه مردگان و زیارت گورستان ایشان پسندیده خداوند بزرگان است. اغراض دنیوی و خواسته‌های فانی نباید پرده دوستی و خدمت گردد.